در دوره برگزاری کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در آژانس اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فروم مهم موضوع تحت عنوان آب و ذهن صنعی روابط دوجانبه همگیر برگزار گردید. همایش مذکور نمایندگان ساختارهای دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی، کارشناسان ساحه تکنولوژی، محققان و متخصصان بخش اداره‌کنی ذخیره‌های آب را گردی هم آورد. فروم با مسئله‌های استفاده امکانات‌های ذهن صنعی در اداره‌کنی ثمراناک ذخیره‌های آب، پیشگویی خطرهای اکولوژی، رقم‌کنونی نظام مانیتورینگ آب و تحکیم همکاری‌های بین‌المللی بخشیده شده. اشتراکداران دایر بر راه‌های مؤثر حل مشکلات مربوط به تغییریابی اقلیم و نارسایی آب تبادل افکار نمودند. ضمن افتتاح فروم تاکید گردید که امروز جامعه جهانی بیش از هر وقت دیگر به استفاده تکنولوژی‌های اینواسیونی برای حفظ و اداره‌کنی استواری ذخیره‌های طبیعی نیاز دارد. در این زمینه ذهن صنعی می‌تواند همچون ابزاری مؤثر برای تحلیل، جمع‌آوری و کارکرد معلومات مربوط به ذخیره‌های آب خدمت نماید. اشتراکداران ذکر کردند که تطبیق تکنولوژی‌های رقمی و نظام‌های اینتלקتوالی در بخش آب امکان می‌دهد که حالت ذخیره‌های آبی به طور دقیق نظارت شده خطر آفت‌های طبیعی از جمله خشکسالی و آبخیزی پیشکی پیش بینی کرده شود. همچنین در ادامه فروم تاکید شد که استفاده الگوریتم‌های تحلیلی و پلتفرم‌های رقمی می‌تواند به صرفه آب، بلند برداشتن ثمراناک شبکه‌های آبرسانی و کاهش تلفات تکنیکی مساعدت نماید. در جریان فروم نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی تجربه کشورهای گوناگون را در سمت استفاده ذهن صنعی برای اداره‌کنی ذخیره‌های آب معرفی نموده از نقش همکاری‌های فراملی در رشد تکنولوژی‌های سبز و رقمی یادآور شدند. کارشناسان اینچنین مسئله‌های امنیت اطلاعاتی، حفظ معلومات و آماده‌سازی متخصصان ساحه را یکی از سمت‌های مهم رشد من بعد ارزیابی کردند. گفته شد که تاجیکستان همچون کشوری تشبثکار در مسئله‌های جهانی آب می‌تواند در پیوستن تکنولوژی‌های رقمی با سیاست استواری آب نقش مؤثر بازد. اشتراکداران برگزاری چنین فروم‌ها را برای رشد همکاری‌های علمی، تکنولوژی و گسترش تجربه بین‌المللی مهم ارزیابی نمودند. در انجام همایش اشتراکچیان آمادگی خود را برای تقویت همکاری‌ها در سمت تطبیق تکنولوژی‌های مؤثر، رشد اقتدار انسانی و راه‌اندازی لایحه‌های مشترک در ساحه آب و ذهن صنعی اظهار کردند.